همین دکتر با نام زمش معمول است برای ایروزیا و زخم معده و روده برای بیماری های کیست ایروزی زنانه استفاده برده ممکن است. خوب نویسنجاتش در همینجا نشان داده شدگی. دیگر موادی که آن کس با نام معمول و کلان فیرولاخیت که در ترکیب این اساساً شیر کمال تاجیکستان و خیتزنی روسیه موجود است. اصلا برای بیماری های اپیلپسیا، برای بیماری های گیدراتسفالیا بازمانی اگر تیبی بگویم، برای بیماری های قدود پیشجو، برای آنها که خربگی زیاد دارند، برای بیماری های دل توصیه کرده می شود. نویسنجاتش ترکیبش همش در بالای همین نشان داده شده است در قطعه‌اش. خب چیزی دیگر این با نام الجزور معمول است. اصلا برای آنها که از حد خربگی زیاد دارند و قند آنها از معیار بسیار بلند هست، برای همونها توصیه کرده می شود. یک قاشقچه میده آن را در 1 لیتر آب 10 دقیقه می جوشانید. آن را در دام روز نوشیدن نکن. در ترکیبش سیدیر، زیتون، خوب سیاه‌دانه، کنجد در ترکیب این وجود دارد. خب درباره این علاقه ما معلومات دادیم. همان ریشی زربیق یا که زلاتای کورین در شکل تیارش. من این موادی که سالیانی زیاد من خودم تیار کردم اصلا برای اونها که از دمیش شکم، آروغزنی، زرد جوشی شکایت دارن. در ترکیب آن تخم علفی گزنده، تخم برگ زوف و آب نباتی که 3 مرتبه کارکرد کرده شده است با مانند عسل. طرز استفادهش در بیرون نشان داده شده است برای آنها که پانکراتیت مزمن دارند، یعنی که قدود زیر معده دارند، اونهایی که بیماری معده و روده، التهاب معده و روده دارند، برای همانها استفاده بردن در کار. چیز دیگر نوشابه برای بیماری های جوهر که از 12 خوب گیاه تشکیل کرده شده است. طرز استفادهش همش در بالاش نشان داده شدگی، چون این بیماری برای ما بسیار هم معمول و امروز فراگیری تمامی باور کنید جمهوری ما است. برای من ما باید که از این خیلی چیزها زیادتر استفاده بریم.